haydi gari. سلام علیکم لالایی بود. یاریم بخیری سلامتی. زنده باشی سلامت باشی. شکر الحمدلله زنده باشی. شکر خونه. بلی ها. یعنی کار کنم خدمت شما. خیر عروسی خاص بابت. بشود دیگه بخیر کارای شما. انشالله با دعای شما بشود. خیر بینیم. زحمت کشیدی ببخشید. بخیر بیایم منتظر شما دیگه. ما دیگه فامیلی ما. خیر بینیم. بخیر باشین. چی کار خدمت؟ بفرمایید مستراک چای بخورید. سلامت باشین. بفرمایید. بیرون که دیگه همسایه‌ها زنده سپورت پخش میکنن. بخیر باشین. خدا حافظ کنم. خدا سلامت. سلام هم بگید. بچیش. شهر شهید شدم. نه یک گوسپند الده بگیرم اما باش که بمیاش پس تالار زنگ زنم. بگم برادر من از صبح تا حالا بگنجم نه گوسپند الده بگیرم و نه همین چی. این گوسپند هم چیزا چاقه. بله سلام علیکم. خیلی فاش پزیشتنیم تیار خوشحالیم. برای جو بشناختیم. من همین محفل پس سبا. ها ببخشین غرض از مزاحمت من امروز برفتم به گنج رفتم برو باور کنیم این گوسپندایی که شما میگفتیم بگیر نمی آمد. گوسپندا خیلی چاق و دنبه‌داری بود حال هوا هم گرمه مردم مریض میکنم و میگم هوا خیلی گرمه اولا چیز امی گفتم یک جوجه جونگی یا گسالی چیزی اگه بستونیم چیکار میشه من امیر میگم گساله خوبه دیگه خوبه سهیه میستونه چند کیلو گوشت بکاره سهیه گساله میستونه که 60 کیلوی امیتی چیزی بشه باشه خوبه سهیه باشه بخیر باشه باز کار چیزی داشتیم زنگ زنیم بخیر باشه خداحافظ سلام علیکم کجا بدیم؟ زنده باشید خیریت بخیر میگم شو بستونده؟ نه بابا من از صبح تا حال ما به گنج بودم شلده شهید شدم چره؟ میگم یک مسلیت رو تو بکنم ما خب رفتم به گنج گوسپندال ده بگیر نامدم گفتم گوسپند بود اخل گوسپندا چاقی بود خب همه چربی بود بیشتر چربی بود گفتم اگه با تو یک مسلیتی بکنم که مال ما با آشپز تالار هم گپ زدم یک گوسالی چیزی برای بستونی میشتنه آشپز چی بود؟ گفتن خوبه اگه کارو بکنه که خوبه خب اگه آشپز بگه خوبه دیگه میستانم گوساله فکر کنم بیتر هم باشه گوشتی گوساله بیتره گرمه چربی کمتر داره گفت اگه 60 کیلویی بشه 62 کیلو 3 کیلو چیزی گوساله بشه بستانیم میشه خب از این امرو که اینجا گنج بود نستندی برو بگن صبح به گنج خش پاشون بریم دیگه ما که صبح اینجا گنج نیه دیگه صبح وقت بخیر تو هم صدا میکنه وقت از اینکه بریم گوساله بستانیم من که نمیتونم هم تا آنچاش بلکه کارهای دیار کنیم بخیر ببریم و تالار ببریم که بعد آنچاش با خیلی گرم میشه ما بعضا میاریم اینجا میاریم سلام میکشیم اینجا زودتر میبریم خوبه دیگه من اینجا 10 دقیقه برو خود دراز میکشم خیلی مونده شد من میرم به او خونه من از صبح کار پخش میکنم الله مهربان دربار تسکلان الله مهربان دربار تسکلان آرزو اوستاریم آرامی افغانستان الله 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 قربان تو خدا چی که بر شد به ما قربان تو خدا چی که بر شد به ما خونه ها بی سرنوشت و جوانا به زیر خاک الله 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 پدر شهیدی پاک مادر چشم نمناک پدر شهیدی پاک مادر چشم نمناک جوانای گم شده را از کجا کنی پیدا الله الله الله
شوکوری البته میبینی گله. تو که مدام چای چه میگی؟ اگه به چای خورده میدی ندش مله یعنی همینا شیرین تلخه. میفهمم که تو پاک دیشلمار بملو پیاله اول لقمه کش میکنی میری به دست خورد. لیلون تا لیلون پرتو دادم خلاص شد. بله یا پیش تو دیشلمه پرتو میشه. پردرم ببند. دولون باسه خود میدی بله یا من طور نمیشناسم برار خوبه من رفتم پیش گواه. من خود بگی من طور کلون کردم. بگو. هاو. قدیتونو. خب بگو. بابا با باشکل برفتم به تالار به عروسی. مادرم میگه من رختا عدلی ندارم من نمیرم. کانال بیا که ما و تو بخدیم بریم به تالار. حمال کوبه برار عرض برسونم که ساعت 9 بجم نشده که من مرزی گوار بیاوردم ترمزک چای هم خودی خوب بیاوردم. حمال به 9 بجه بریم به تالار که ما اونجا ترتاروک گرفتم. وخی بابا برفتم گفتن شما خوشبوشکی بیاین وخی. بابا مخمدان برات مو فرجا باشه به ادرسکن شاید به باسکل خوب بره. میرن نگاله که میرن. بیارن نگاه باره باسکل بالا بشه خودی از این کله سفید خوب خیال میکنی چیزه خیال میکنی که چیزه خیال میکنی که چیزه عقل بخوری یلا عقل بخوری هر کمی چای خوردن تو نبینه تا زنده باشه چای به لب در نمیزنه. خب الان از این نگاه بریم به تالار بریم از این نگاه اشتا بریم باسکیل کوبت پیار ما برده اشتا بریم وسیله هست وقت تو کار تو نباشه بریم تو گردن تو با خواهدی برای تو که من دیشتی خواهم ندیشتی وقت باشه 2:30 میری و تختی تا برین دست پگی خوب بشونیم و ما دیگه گیریم هم بیتا میشه دیگه وخی من دیگه رخ ندارم مینا مگر من میفهم که تو سرکله جمرنگ گده بودی لای بخ قراره من بخی تو بشم بخی گواه چی کار کنی گواه همین جوگا باشه دیگه دمخ چه بسته نه خودم چه کتوی همین گو خاریه بابا جانور به درخت بخی براره بخی درخت جانور با چنگ میزنه چیه بخی
بریم برای تو بریم. بریم برای.
اومد بیای. ده دقیقه خواب میشه میگه جلو جلو نگیری. خب فقط این لندیشه تو خرابه ایتون بدی. استاد کنیم خواهد اسب تو راه برم خب اسب من نه بخیر بینی خود تالار نومد با من بابا اینجا ما کارایی میدم بیایید کنیم برای من تالار نومد با من مفته دادم بابا نون چی کار دارم نون که بجام من یک بورگی بجام من یکی جیمه دارم چیکار کنم؟ تلاشی کن بارو رد کن خورو مسخره نکنم استاشو تلاشی استاشو تلاشی به کل ندارم ما دارم باشی اومد ناقی تو هم اینا برای من همسایه منم من مادر من پیار من برای من خبر کردم مادر من دیو رفتا خوبی ندارم من نمیرم شما بریم آقا شکر ما بیعقلی نزن شانیراتونه قیماتونه هر کسی بود اصلا بوده اینجا از ساعت 10 بشه تا به ساعت 1 بشه به این هفته بیستانی بوده تو حالی بیان دستا خونه ایتی میکنه که ما پول ندارم اما چه دنه حالا شما با کوچه بیام این جگه دیکون شما نه اما دیکون نداره این پاکی و دست من سکیلا و اسباب سند کنم و برای من شو جمعی جمع نجمی دیگه میاد آقا خاص نمیشه او رسمی قیمه خوب سراغ بیا بیا تو کی خبر بده کی؟ تو کی خبر بده من؟ خانه خوشیشو هم میمه خب بور از او سراغ میجه بعد نونم بده برو برو پینا تو برو بشین بابا داری بشین بیا بشین آره مرا نمیگه بشین ما برو مثلا خب پول مادر خود کنه اگه دشتک مستون میاره میباشه دشتک نمیشه برو بوسه بیاره همین زودی بیایی زودی بیا ما میگه باشه خوبه اصلا مگر ما برو میگوشته بابا جور کمی جگاه دیگه بیا زودی بیا دیگه جگاه خوشحال نه این من جگاه این میبرو نه او گپانیه نه این برای من جگاه این میگه باشه من این رو شماره ما تو نمیدی و جگاه و این نگاه کنم من اسب من میارم والا برو میام بار مسخره میکنی خب همین پولار بده من قبول ما چیکار کنم حالا پیش چی میره برات کار به این روش کنیم اون طرف روش کنیم این پولار منو باشه
همین جگاه رو بسته میکنه جمع باش حتی که موفور سعی که بیام از جگاه یک ریب پول آنها خدا بدن این خبر بدی یا نه خبر بدی بلیا تو یک گوشه فقط نیست کنی یا زبون بیرون